اگر توی زندگیت تصمیم گیری برات سخته و کارهایی رو که باید شروع کنی و میدونی که باید شروع کنی رو نمیتونی استارت بزنی و از ترس شکست خوردن اصلا شروع نمی کنی و منتظری که شرایط کامل بشه و شما توی نقطه خیلی کاملی باشی بعد استارت بزنی، به احتمال خیلی زیاد و 100% شما یک کمالگرایی و این کمالگرایی تو خیلی از جنبه‌های زندگی به ما آسیب میزنه و لذت زندگی کردن رو از ما میگیره. اگر خودت یا عزیزان و دوستانت دچار این مشکل هستن، این ویدیو رو حتما ببین یا براشون بفرست که من توی این ویدیو یه سری راهکار عملی میخوام بهت بگم که این مشکل رو برطرف کنی. مرسی. قبل از اینکه وارد بحث ویدیو بشم باید بگم من جواد قاسمی هستم، در کانال جواد سلفی در خدمت شما هستم. توی این کانال من فقط دوست دارم ویدیوهایی رو بذارم که هر روز باعث بشه یک لحظه، یک قدم به سمت بهتر شدن حرکت کنیم و حال دلمون قشنگتر و بهتر بشه. پس اگر توی این مسیر با من همراهی یا فکر میکنی با من هم مسیری، کانال من رو سابسکرایب کن و لایک و کامنت هم یادت نره. مرسی. خب اول بریم تعریف کمالگرایی رو ببینیم اصلا چی هست. کمالگرایی یه میل خیلی شدید برای بی‌نقص بودن توی همه زمینه هاست. به میگن کمالگرایی. خب حالا بریم یه سری مشکلات این کمالگرایی رو با هم بررسی کنیم. اولین و یکی از مهمترین مشکلاتی که کمالگرایی برای ما ایجاد میکنه اینه که باعث اضطراب و استرس میشه. چون ما هر کاری رو که میخوایم شروع بکنیم فکرشو میکنیم که چجوری باید این کار رو انجام بدم که بدون هیچ نقصی باشه و کامل باشه و هیچ کس هیچ نظر منفی راجع به این نداشته باشه. خب همه اینا باعث فشار و استرس و اضطراب ما میشه. مشکل بعدی که کمالگرایی برای ما ایجاد میکنه اینه که ما هیچ موقع از اون دستاوردهایی که داشتیم راضی نیستیم. چون همیشه میگیم میتونست این بهتر بشه. یعنی به هر جایی برسیم به فکر لذت بردن از اونجا نیستیم، به فکر رسیدن به جای دیگه‌ای هستیم و فکر میکنیم همیشه یه جای بهتری هست و ما اگر اونجا بودیم خیلی بهتر از این جایی که الان هستیم. یعنی هر جایی بهتر از این جاییه که من هستم و به هیچ عنوان از اون جایی که هستم لذت نمیبرم و این خیلی میتونه برای ما آزاردهنده باشه. یکی دیگه از مشکلات کمالگرایی اینه که ما از این که شکست بخوریم میترسیم و اصلا وارد بازی نمیشیم، چون استانداردهای خیلی بالایی رو در نظر میگیریم و میگیم ما باید خیلی کامل و پرفکت باشیم. کاملا از این که یک کاری رو انجام بدیم و شروع اون کار رو استارت بزنیم میترسیم و اصلا شروع نمی کنیم. مشکل دیگه کمالگرایی اینه که ما خیلی خسته میشیم توی این مسیر. وقتی خیلی بیش از حد تلاش بکنیم برای کامل شدن و تلاش هامون اونجوری ثمری نداشته باشه، کاملا فرسوده میشیم، خسته میشیم و انرژیمون رو برای ادامه مسیر از دست میدیم. مشکل بعدی که کمالگرایی میتونه برای شما ایجاد بکنه اینه که توی روابط اجتماعیتون آسیب ببینید. یعنی اینکه شما نتونید یه رابطه سالمی برقرار بکنید و نسبت به همه چیز دید کامل داشته باشید. یعنی بگید که من باید آدم کاملی باشم و اشتباه نکنم، یا اینکه پارتنرم و دوستم، اون کسی که باهاش ارتباط دارم هم باید کامل باشه و هیچ اشتباهی نکنه. خب از اونجا که ما آدمیم و هر کدوممون توی روز ممکنه 1000 تا اشتباه بکنیم، این مورد و این دیدگاه به روابط اجتماعی ما خیلی آسیب میزنه. خب حالا بریم سراغ راهکارها و راه حل‌های این که چجوری میتونیم با کمالگرایی مقابله کنیم. راه حل اولی که ما میتونیم با کمالگرایی مقابله بکنیم اینه که اهداف واقع‌گرایانه برای خودمون در نظر بگیریم. مثلا ممکنه خیلی از آدما بتونن ساعت 5 صبح یا 4 صبح بلند شن و به کاراشون برسن و اهدافشون رو دنبال بکنن، ولی ما شاید همچین چیزی رو نتونیم.
مثلا برامون خیلی سخت باشه. لازم نیست این رو انقدر سخت بگیریم به خودمون که بخوایم ما هم ساعت 4 و 5 صبح بلند شیم. نه، ما میتونیم این ساعت رو طبق سیستمی که خودمون داریم 8 صبح 9 صبح یه مقدار واقع گرایانه باشه که وقتی نتونستیم این کار رو انجام بدیم خودمون رو سرزنش نکنیم و قید اون کار رو نزنیم. اگر ساعت 10 صبح بلند میشید بازم خوابتون میاد، همون ساعت 10 صبح خوبه. شاید هم 11 صبح برای شما خوب باشه. اگه ما توی طول روز 1 ساعت مفید کار کنیم، اون 1 ساعت مفید خیلی ارزشمنده تا اینکه 24 ساعت بیدار باشیم ولی هیچ کار مفیدی نکنیم. راه حل بعدی میتونه مدیتیشن و تمرین ذهن آگاهی باشه و اینکه ما یه جوری خودمون رو بیاریم در زمان حال و در لحظه حال زندگی کنیم و اینطوری از استرس و فکرهای منفی راجع به آینده خودمون رو خلاص کنیم و در زمان حال زندگی کنیم. این خیلی کمک میکنه که ما اون کمالگرایی رو یه مقداری حلش کنیم. راه حل بعدی اینه که به خودتون اجازه بدید که اشتباه بکنید. اشتباه کردن جزء مسیر موفقیته، یعنی قسمتی از مسیر موفقیته. این مقابلش نیست، جدا نیست، این بخشی از مسیر موفقیته. این اشتباه کردن ها باعث میشه که شما یاد بگیرید که اون کار رو دیگه انجام ندید و از اون مسیر نرید و اون مسیر اشتباهه. تمام، شما به مسیر خودتون ادامه میدید. پس به خودتون سخت نگیرید، اجازه بدید اشتباه کنید. هر چقدر میتونید اشتباه بکنید و خودتون رو سرزنش نکنید و به مسیرتون ادامه بدید. انقدر به خودتون سخت نگیرید. کار بعدی که ما میتونیم انجام بدیم برای مقابله با کمالگرایی اینه که تمرکز کنیم روی پیشرفتمون تا توی کامل شدنمون. یعنی اینکه سعی کنیم قدم‌های خیلی کوچیکی برداریم با هر چیزی که داریم، نه اینکه به کامل شدن و کمال برسیم بعداً بخوایم شروع کنیم. تمرکز کنیم روی پیشرفتمون، روی قدم‌های کوچیکی که برمی‌داریم. هر قدم سعی کنیم یه مقدار از ورژن قبلی خودمون بهتر بشیم. اینجوری خیلی میتونیم پیشرفت کنیم. کمالگرایی یه جور محافظته. محافظت از خودمون در برابر نقد دیگران. ما سعی میکنیم که کامل باشیم، بدون نقص باشیم، در صورتی که نمیتونیم هرگز و هرگز اینطوری باشیم و از زندگی دیگه لذت نمیبریم و خودمون رو از زندگی کردن محروم میکنیم. سعی کنیم هر جوری که هست با هر راهکاری که میتونیم این کمالگرایی رو کنار بذاریم و به همون قدم‌های مشکلدار، سخت و اشتباهی که انجام میدیم بسنده کنیم و شروع کنیم. فقط کافیه ما شروع کنیم. بپذیریم که ما انسانیم، اشتباه میکنیم، زمین میخوریم، ما ربات نیستیم، ولی بلند میشیم و دوباره به مسیرمون ادامه میدیم. لازم نیست که ما کامل باشیم تا یه کاری رو شروع کنیم. لازم نیست که شرایطمون پرفکت باشه و کامل باشه همه چیز تا استارت یه کاری رو بزنیم. همه کسایی که به یه جایی رسیدن و موفق شدن توی همین دنیا همشون آدم بودن، اشتباه کردن، چندین بار زمین خوردن و شما هر چقدر بیشتر زمین بخورید بیشتر پیشرفت میکنید توی راهتون. این چیزی که ثابت شده. خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید تا اینجا و با من همراه بودید. خوشحال میشم که نظراتتون رو توی قسمت کامنت با من به اشتراک بذارید. اگر راهکاری دارید یا تجربه‌ای دارید راجع به کمالگرایی توی قسمت کامنت ها بنویسید که هم من بخونم و استفاده کنم هم دوستان عزیز دیگه‌تون. کمالگرایی رویاهای شما رو میکشه. کمالگرایی لذت زندگی کردن رو از شما میگیره. کمالگرایی شما رو از زندگی کردن به معنای واقعی محروم میکنه. اگر شما هم کمالگرا هستید حتما یه فکری به حالش بکنید تا خیلی دیر نشده. خدا یار و نگهدارتون.